این هفته خبر تو خبر داره براتون. از برجامی که قرار بود با کلی اهن و طلب و با لغو تحریما به فرجام برسه، اما با تحریم‌های موشکی برجامشون جام کرد و جشن هسته‌ای به عزای دسته‌ای تبدیل شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا تنها یک روز پس از اجرای برجام از ادامه تحریم‌های ایران در غیر از موارد مرتبط با توافق هسته‌ای خبر داد. این برجام راهیه که سیدعلی هرچی توش عقب نشینی میکنه بازم به ساحل آرامش نمیرسه. در حالی که قلب عراق رو بیرون میکشیدن، قایق‌های سپاه اومدن یه پست اقتداری بگیرن و با بازداشت 20 ساعته ملوان‌های آمریکایی به نیروهای وارفتشون یه کمی اقتدار تزریق کنن. تشکر میکنیم از این نیروهای عزیز و دلاور و بار دیگر نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو مقابل استکبار جهانی. به نظر من این اقتدار نیروهای سپاه ما رو میرسونه، نشون داد که ما کاملا تو منطقه مقتدریم. البته این پوز اقتدار فقط برای جوجه بسیجی‌ها بود، چون تا جایی که به مقامات بالای نظام برمیگشت که از اصل ماجرا خبر داشتن، توی همین 20 ساعت داشتن مثل سیر و سرکه میجوشیدن که اوضاع یه وقت از دست در نره. اولا این حادثه بسیار خطرناکی بوده، یعنی کافی بود توی این مواجهه درگیری میشد، تیراندازی میشد، از طرفین عده‌ای کشته میشدن. کما که تو اون 40 دقیقه ظاهرا یه اتفاقاتی افتاده بوده. بازی‌ها چیه در میارید این؟ یعنی داره میگه که ما خودمون میدونیم نیروهای سپاه که مال جنگ واقعی نیستن، فقط جلوی دوربین فیگور میگیرن، وگرنه تو واقعیت پخ کنی در میرن. این وسط دلواپسان نظام هم دم در آوردن و برای تو سری زدن به رقیب جام زهری شروع کردن به قطقط کردن. مثلا این آخوند پهنیان طوری 35 سال حاکمیت ملاها رو برده زیر ساطور که انگار تو این مدت خودش تو کمد بوده. ما چرا به اوج آبادانی نرسیده ایم؟ یقینا در میان سیاستمداران بی تقوایی شده است. و قبل از اینکه تقصیر مردم ما باشد تقصیر مسئولان جامعه است. این که کسانی که در رأس امور هستند باید چه ویژگی هایی داشته باشن رو از زبان این حاجی شکبه بشنوید که خصوصیات یک کاندیدای خبرگان که تایید صلاحیت شده رو همچی بسیجی فهم تشریح میکنه. اولاغ هر چی هم که درس بخونه کتابی باره بر این اولاغه. از یه طرف حالت سگ درنده رو داره، از یه طرف حالت اولاغ رو داره، از یه طرف شیطان. به مال برسه گرچه مال خودش نباشه، مال خواهر، مال برادر، مال بیت الماله. دهن مثل حیوانی که رفته تو زمین مردم داره علفا رو میخوره، حلال و حروم هم سرش نمیشه، میخوره مالو. خیلی راحت روز روشن میدوزه. حرف بهش بزنی سگ هاره میگزتت. مواظب باش چون شیطان سر تو کلا نذاره. از این روزه های قبل از انتخاباتی آبی برای جناح و اون جناح گرم نمیشه. آب گرم کنه نمایش انتخابات این رژیم خیلی وقته که سوخته. از دانشجوها پرسیدیم به نظرتون مهمترین اولویت مجلس آینده چی باید باشه؟ اتفاق نمیفته. الان این همه سال الان مثلا چند تا مجلس تشکیل شده، چه تغییری صورت گرفته؟ الان چه تغییری صورت میگرفته؟ تو هر چی، مثلا تو سیستم آموزشی، تو سیستم چه میدونم
کشاورزی تو هر جای شما نگاه کنی مثلا یک چاله‌ای هستش که صرفا تبلیغات میکنن بعدش هیچ اتفاقی نمیافته. این هم یکی از اساتید کلاس مفخوری واسه طلبه هاست که اومده یک گزارشی از وضعیت کاری شاگرداش بده. یه کسی از همون فوت میکنه، یه هفته درس و کار و همه چی میریزه به هم. چرا؟ چون کار برامون همیشه یه چیز ثقیل و سنگین بوده، عشق نبوده. ما نه، یه جمعه میشه یه مرخصی 2 روزم این ورش و یه روزم از اون ورش میگیریم و امروز درس رو تعطیل میکنیم و یه روزم اون ورش تنگش میخوایم بریم دنبال یللی. این هم از نخبه های مفتخور نظامه و از این که بعضی وقتا ظرفاشو میشوره انتظار داره براش کف بزنن. به برادران هم توصیه میکنم که حتما باید کمک بکنن. اینطور نباشه که برادر گرامی کارهای منزل رو تماماً به دوش همسر مکرمه خودشون بگذارن. بالاخره بخشی از ظرفا رو برن کمک بکنن. البته گاهی بعضی از بینندگان عزیز سوال میکنن، میگن این حرفایی که ایشون میگه خودش هم عمل میکنه یا نه. حالا رو باید از خانواده ما بپرسن، ولی من تلاشم اینه وقتی مهمانی داریم حداقل تا جایی که میتونم در جمع کردن ظرف و ظروف و گاهی در شستن ظرف و ظروف کمک به خانواده داشته باشم. همه نوع خالی بندی راجع به امام گور به گوری آخوندا شنیده بودیم، اما استفاده از اون به عنوان پلیس راهنمایی رانندگی رو تا حالا نشنیده بودیم. در اینجا خاطره از رابطه یک بسیجی جبهه رفته با امامش که حتی مجری برنامه هم چشاش 4 تا میشه. یه موقعی خلاف میره یا سرعت میگیره، با ماشینی که داشته میرفته تون میره، بعدش خودش میره پاسگاه، تو پاسگاه میگه که من سرعت داشتم، اینم پول جریمه، مثلا باید مثلا 100 تا میرفتم 110 تا رفتم، اینم جریمه. بعد تو پاسگاه بهش میگن که خیلی تعجب میکنن چه کاری شما داری میکنی، ما اینجوریشو ندیده بودیم، فرار از جریمه رو زیاد دیدیم ولی اینجوری که ایشون گفته بود که میخوام تو اون دنیا شرمنده امام خمینی نباشم رحمت الله. اونجا امام خمینی میگن به من میگن ما گفته بودیم قوانین راهنمایی رانندگی رعایت کنیم، تو چرا رعایت نکردی؟ ببینید یک جوان اینقدر دقیق، طرف خودش هم حرفای خودش رو باور نمیکنه، چون روزی 100 تا از این اتفاقات تو جاده ها میفته که فقط فیلمش رو تو اینترنت میذارن برای خنده. برای اینکه یه وقت کسی فکر نکنه عظما تو نظام منزویه، این بسیجی ها رفتن تو آلمان و برای سیدعلی شعر آلمانی خوندن، بعدم عکسش رو زدن به دیوار، اما تهش این شد: Du möchtest, dass wir sagen, Seyyid Ali, doch für uns bist du Imam Khamenei. صبح روز هفتم اما شهروندان با تصویر جدیدی روبرو شدند. پوستر قبلی به دستور مقامات محلی از روی دیوار برداشته شده بود. طبق قرارداد اجاره این پوستر باید 12 روز روی دیوار باقی میموند، اما خیلی سریع با مشکلات زیادی روبرو شدیم. اما روز هفتم دیگه از پوستر خبری نبود و برخلاف قرارداد پوستر دیگه ای رو جایگزین اون کردن. حالا یه نفس کوتاه با تماشای یه شیوه غیر معقول تو سوار شدن به خودرو ببینید، ولی امتحان نکنید. بعد از گذشت چند هفته از ماجرای سفارتگیری عربستان، سریال غلط کردمگویی آخوندا همچنان ادامه داره. ببینید اصلا چه بلبشوری بر علیه ما درست کردن. حالا 4 تا سنگ مثلا به سفارت پرتاب شده که تمام مسئولین ما هم محکوم کردن، کار بدی هم بوده. حالا خودی بوده، غریبه بوده، دستی بوده، اونا نمیتونیم. ولی میخوام بگم که جنایات خودشون رو پوشش میدن، میپوشونن و کمترین چیزی ما رو بزرگ میکنن. یک سوتی رو داشتید وقتی میگه کار کوچیک ما
یعنی تلویحاً داره اعتراف میکنه که کار خودشونه، اما کوچیکی و بزرگیش دیگه یه بحث دیگه است که توی تصویر مشخصه. حالا 4 تا سنگ مثلا به سفارت پرتاب شده که این آیت الله باباقوری هم با چشم ولاییش میخواد بقیه رو ناکار کنه. انرژی منفی هست نه خیر، اون انرژی منفی نیست. خب با انرژی چشمش میاد لطمه میزنه. نه این نیست، نه همین اینا قاطی نکنیم، از اینا رو جدا کنیم. ببین چشم زخم هست، یعنی کسی رو خداوند تبارک و تعالی به واسطه شرایط فیزیکی و طبیعت جسمش و مسائلی که میبایست مراد که نمیخوام حالا ریشه یابی اینها رو کنیم، یه خاصیتی خدا به چشمش داده از نظر انرژی که با این انرژی بدی نیست، میتونه متوقف کنه سیری در طبیعت رو. منتها واسه این که اهل طبیعت آسیب نبینن، اذیت نشن، خودش آسیب نبینه، اذیت نشه، گفتن هر موقع این قدرت چشمتو خواست به کار بیفته سریع بگو ماشاءالله. حالا یه سری میزنیم به 2 مدل نشست خبری ورزشی که توش همه چی رد و بدل میشه به غیر از سوال و جواب. اصلا تو همه‌اش حاشیه‌ای، این اصلا جاش اینجا نیست، چون این نظر شخصی میشه. بذار اول بقیه بپرسم، باز تو پریدی وسط این سوالایی میکنی، اصلا واقعا آدم ببین چی بگه، اینجوری میچرخه. اگر جذابیتی نداره من بحثمو جمع بکنم. جذابیت نداره ولی شورای شهر ما میتونیم مختصرش بکنیم. بیشترم چهره‌های ورزشی شورا که باید با دقت گوش میدادن حواسشون جای دیگه بود. این هم یک نمونه دیگه از ترجمه همزمان و سوتی پارتی بدون شرح در تیوی ریش. در واقع تحریم هایی که در رابطه با ایران هستش شامل در واقع دادن یک چارچوب حقوقی هستش که مجوزهای رو مسئولیت پایش و تایید به برجام رو داره و همچنین ایران هم صداقت شد. صدا رو نداریم. صدا قطع شد. توی دوز بازار نظام آخوندی دیگه این داره تکراری میشه. توی روز روشن کاشی دیوار رو خودشون میدزدن، بعدم میگن ما نمیتونیم حفاظتش کنیم. تو 2 مرحله دزدی شده. یه بار یه تیکشو بردن، بعد یه بار دیگه بچه‌ها دیدن، کارمندا دیدن، یه تیکه دیگه‌شو بردن. دوربین نذاشتن با این وجود؟ نه دوربین نذاشتن. آخرش خودشون اومدن با تیشه قشنگ یه انقدرش که مونده بود کندن رفتن. یه دوربین تو بود، من گفتم به هزینه خودم یه دوربین وصل میکنم بیرون. اون دوربین تو چی رو میگیره؟ 500 تومن بیشتر نمیشه. نزدن، اومدن بقیه رو بردن، بازم میبرن. ما هم این امکان برامون وجود نداره که همه این آثار و ابنیه رو بتونیم حفاظت فیزیکی بکنیم. ما از قدیم گفتن چاقو که دسته خودش رو نمیبره، به خاطر همین طرف میتونه تو روز روشن هرچی خواست برداره و بره. در پایان توجه شما رو به یه سخنرانی عجیب جلب میکنیم که شاید زبون مشترک همه دیکتاتورهای زبون نفهم باشه. Kakabaan ko si Allah jadi walay ko labi. Awahare ko